فرق آدم‌های برنده با بقیه فقط در استعداد یا شانس نیست. اونها یه ذهنیت خاص دارن که باعث میشه حتی وقتی شکست میخورن دوباره قوی‌تر برگردن. تو این ویدیو بهت میگم چطور میتونی این ذهنیت رو بسازی تا همیشه یک قدم جلوتر از بقیه باشی. و آخرش یه تمرین ساده ولی فوق‌العاده بهت میدم که میتونه طرز فکرت رو در کمتر از یه هفته تغییر بده. ذهنیت برنده یعنی چی؟ ذهنیت برنده یعنی باور داری میتونی نتیجه بگیری حتی اگر مسیر سخت و پرچالش باشه. این یعنی به جای تمرکز روی موانع دنبال راه حل ها میگردی. آدم‌های برنده میدونن که موفقیت یک اتفاق یک شبه نیست، بلکه نتیجه انتخاب‌ها و عادت‌های روزانه است. مثلا وقتی یک کارآفرین شکست میخوره به جای گفتن من بدشانسم میگه چی میتونم از این تجربه یاد بگیرم و سریع مسیرش رو اصلاح میکنه. طبق تحقیقات پروفسور کارول دوک دو نوع ذهنیت وجود داره. ذهنیت ثابت که باور داری توانایی ها و هوش تو تغییر نمی کنه. آدم های با این ذهنیت معمولاً از چالش ها فرار می کنن و با اولین شکست دست می کشن. ذهنیت رشد که باور داری میتونی مهارت ها و توانایی هات رو با تلاش و یادگیری بهتر کنی. این آدم ها شکست رو بخشی از مسیر میبینن و ازش برای پیشرفت استفاده میکنن. ذهنیت برنده همون ذهنیت رشده که با تمرین و تکرار قوی تر میشه. ذهنیت برنده 3 ستون اصلی داره. اولین ستون اون مسئولیت پذیری کامله. آدم‌های برنده حتی برای شرایط بد هم بهانه نمیارن. به جای سرزنش دیگران یا شرایط میپرسن من چه کاری میتونم انجام بدم تا اوضاع بهتر بشه. دومین ستون تمرکز روی پیشرفته نه کمال. برنده ها میدونن که کامل بودن غیر ممکنه، پس روی بهتر شدن هر روزه تمرکز میکنن حتی اگر قدم ها کوچیک باشه. ستون سوم انعطاف پذیریه. برنده ها آماده تغییر مسیر هستند. اگر یک روش جواب نده روش دیگه رو امتحان میکنن بدون اینکه انگیزشون رو از دست بدن. ایلان ماسک رو در نظر بگیر. وقتی اسپیس ایکس 3 بار پرتاب ناموفق داشت خیلی ها گفتن باید پروژه رو تعطیل کنه، ولی او به جای تسلیم شدن گفت ما از هر شکست یاد میگیریم و تمام تیم رو دوباره متمرکز کرد. نتیجه پرتاب 4 موفق شد و الان اسپیس ایکس یکی از بزرگترین شرکت‌های فضایی دنیاست. یه مثال دیگه سرنا ویلیامز تنیس باز افسانه‌ای بعد از چندین شکست و مصدومیت جدی به جای خداحافظی از ورزش به تمرینات فیزیکی و ذهنی برگشت و دوباره قهرمان گرند اسلم شد. ذهنیت برنده باعث شد مسیرش رو ادامه بده. خیلی ها میخوان ذهنیت برنده بسازن ولی تو این دام ها میفتن. اولیش فقط انگیزه داشتن بدون عمل روزانه. انگیزه خوبه ولی بدون عادت از بین میره. دومیش مقایسه با دیگرانه. به جای تمرکز روی پیشرفت خودت رو با آدم‌هایی مقایسه میکنی که شرایط متفاوت دارن. و سومی تسلیم شدن با اولین مانع. برنده ها میدونن که مانع بخشی از مسیر هست نه دلیل توقف.
حالا بیاین با هم تمرین هایی انجام بدیم برای ساخت ذهنیت برنده. اولین تمرین دفتر یادگیری. هر روز 3 چیز که یاد گرفتی رو بنویس، حتی اگه خیلی کوچیک باشه. این کار مغزت رو عادت میده شکست رو به عنوان درس ببینه. تمرین دوم سوالهای قدرتمنده. به جای پرسیدن چرا این اتفاق برای من افتاد، بپرس چطور میتونم این رو به نفع خودم استفاده کنم. تمرین سوم شکرگزاری هدفمنده. هر شب 3 اتفاق مثبت رو بنویس، حتی اگه روز سختی داشتی. این باعث میشه ذهنت تمرکز بیشتری روی نکات مثبت داشته باشه. و تمرین چهارم حلقه حمایتیه. با آدم‌هایی وقت بگذرون که خودشون ذهنیت رشد دارن. انرژی و طرز فکر اونها روی تو هم اثر میگذاره. وقتی شکست میخوری و دوباره تلاش میکنی، مغزت مسیرهای عصبی جدید میسازه. این یعنی هر بار که مقاومت میکنی ذهنت قوی‌تر میشه. پس ذهنیت برنده فقط یک شعار انگیزشی نیست، یک واقعیت بیولوژیکه. برای جمع‌بندی باید بگم ذهنیت برنده یک مهارت یاد گرفتنیه. با مسئولیت پذیری، تمرکز روی رشد و انعطاف پذیری میتونی هر شکست رو به سکوی پرتاب تبدیل کنی. حالا تو بگو بزرگترین درسی که از یه شکست گرفتی چی بوده؟ همین الان تو کامنت بنویس تا بقیه هم یاد بگیرن. اگر این ویدیو برات مفید بود لایک کن، سابسکرایب کن و برای کسی که به کمی انگیزه نیاز داره بفرست. یادت باشه ذهنیتت آیندت رو میسازه.